توماس آلوا ادیسون 9 سالگی اومد خونه، داد زد مامان مدرسه نامه‌ای داده. چی نوشته؟ مادرش نگاه کرد، اشک اومد تو چشماش، گفت خدای شکر. قربونت برم مدرسه هم فهمیده بچه‌م نابغه است. گفت مامان چی نوشته؟ گفت مامان نوشته که خانم آلوا ادیسون ضمن سلام به اطلاع شما میرساند فرزند شما توماس طبق ارزیابی‌های انجام شده در این مدرسه به عنوان یک نابغه شناخته شده. از آنجایی که این مدرسه مکان مناسبی برای فرزند نابغه شما نیست، بهتر است او را در مدرسه دیگری ثبت نام کنید. خدا را شکر مدرسه هم فهمید بچه‌م نابغه است. توماس آلوا ادیسون به پشتوانه همین حمایت مادر شد بزرگترین مخترع جهان با 6006 اختراع. در 44 سالگی 5 سال بعد از مرگ مادر، زمانی که جایزه بزرگ لژیون دونور فرانسه رو گرفت، جایزه‌ای که فقط به قهرمانان جهان داده شد، با گریه اومد خونه داد میزد مادر کجایی؟ جایزه لژیون رو گرفتم. اومد رفت تو زیر زمین خونه سراغ صندوق لباسای مادر، گریه میکرد، لابلای لباسا همان نامه 9 سالگی رو پیدا کرد، شروع کرد به خواندن. خانم آلوا ادیسون ضمن سلام به اطلاع میرساند طبق ارزیابی‌های انجام شده در این مدرسه فرزند شما توماس به عنوان یک سابمنتال، یک کودن شناخته شده. این مدرسه جایی برای پرورش فرزند کودنتان ندارد. این نقشه مادره.